بعد سالها ژانر وسترن جوری جذبم کرد که 10 روز طول کشید تا بتونم از اون دنیا بیام بیرون و فیلم و سریال‌های دیگر رو ببینم. اونم با آثار تیلور شریدان تونسته با آثارش ژانر وسترن رو بروز کنه و داستان‌های عمیق و پرمعنا ارائه بده. من با سریال 1923 شروع کردم و تازه متوجه شدم این سریال یه گذشته‌ای داره به اسم سریال 1883 و در واقع هر دوی اینها اسپین‌آف‌های سریال یلوستون هستن. اما حالا که همه این آثار منتشر شده، شما میتونید از 1883 شروع کنید، چرا که شروع داستان این مجموعه رو روایت میکنه. I believe in you. I believe in that boy. And I believe in our daughter. And that's all. این سریال ماجرای مهاجرت خانواده داتون به غرب وحشی آمریکا رو روایت میکنه که در قرن 19 بوده و داستانهاش پر از فراز و نشیب‌های احساسی و پرتنش بقا و امید میتونه باشه. 1923 ادامه سریال 1883 و همون خط داستانی رو ادامه میده، اما با خانواده های دیگه. Mrs. Dutton. I would. Seems we're neighbors. I've acquired the Strafford Ranch. Well, this is the Yellowstone, and you have no rights here. سریال 1923 در واقع ادامه خط داستانی سریال 1883 دوران رکود بزرگ و ممنوعیت الکل و همچنین بیماری همگی رو از نگاه خانواده داتون در سال 1920 نشون میده به ما. این سریال به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی اون زمان میپردازه و از جذابیت‌های این سریال میشه حضور هلن میرن و هریسون فورد رو بهش اشاره کرد. و در آخر هم سریال یلوستون که داستان خانواده داتون که مالک بزرگترین مزرعه در ایالات متحده هستند رو که با تهدیداتی از سمت توسعه دهندگان زمین و بومیان آمریکایی و دولت مواجه هستند رو به نمایش گذاشته. به نظرم حتی اگه از ژانر وسترن خوشتون نمیاد، این مجموعه رو حتما امتحانش کنید چون مطمئنم که جذبش میشید. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. ممنونم ویدیوم رو لایک کنید و چنلم رو سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدیم رو هم ببینید.